دهن سرویس بهترین زاویه رو داره. بخیر، من عرفان ثابتی جامعه شناس هستم. میخوایم امروز یه مقداری راجع به بی‌حسی اخلاقی، بحران بی‌حسی اخلاقی و همبستگی صحبت بکنیم. آقای اسکات گالووی که استاد نامدار دانشگاه نیویورک هستن، در یکی از کتاب‌های اخیر خودشون سرگشت ادریفت که سال 2022 چاپ شده، یک صحبت خیلی خوبی میکنن. میگن اون چیزی که زندگی ما رو رقم میزنه نه اتفاقاتیه که برای ما رخ میده، بلکه نحوه واکنش ما به اون اتفاقاته. موفقیت یا شکست ملت ها در واقع به نحوه واکنش اونها به بحران ها ربط داره. یعنی هر جامعه‌ای بحران داره. ما نباید منکر وجود بحران ها بشیم، ولی باید توجه کنیم که چطور به اون بحران ها واکنش نشون میدیم. ببینید همین 4 یا 5 سال پیش آمدن در شهرداری تهران در مناطق 22 گانش یه نظرسنجی انجام داد و یک مقدار از این تعدادی از این ضرب المثل های رایج ایرانی رو گفتن به پاسخ دهندگان شما بر اساس محبوبیت اینا رو ارزش گذاری کنید. ببینید نتیجهش چی نشون داد. نتیجهش این بود که شهروندان تهرانی محبوب ترین ضرب المثلشون اینه که دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. از اون طرف نامحبوب ترین ضرب المثل در بین این کسایی که شهروندان تهرانی، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. خب شما وقتی اینو نگاه میکنید میبینید پس یه بحرانی وجود داره. یکیش همین بحران همبستگیه، بحران حالا به زبان دیگه ای مثلا به زبان زیگموند بحران بی‌حسی اخلاقیه مثلا. و این رو شبکه‌های اجتماعی یا ابزار دیجیتال اتفاقاً بهش شاید دامن میزنن، برخلاف اینکه ما فکر کنیم به ما کمک میکنن. شما ببینید در این ویدیوی خانم دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات یکی از چیزهایی که روی اون یکی از اون ویدیوها ما میشنویم اینه که بعضی از اون شهروندان دارن میگن که خوش به حاله، که اون صحنه رو دارن میبینن و فیلم برداری میکنن، میگن خوش به حال فلانی که زاویهش الان بهتره، فیلم بهتری داره از این واقعه میگیره. خب شما ببینید یه مستندساز خیلی نامدار، آقای سرگئی لوزنیتسا، مستندساز نامدار اوکراینی که خیلی سرشناس هستن در دنیا، ایشون میگن من به عنوان مستندساز که دوربین مثلا دستمه، اگه ببینم یه جا 3 تا آدم لات، اراذل و اوباش دارن یک شهروند دیگه ای رو به شدت کتک میزنن، من اگه اونجا وایسم و از اون اتفاق فیلم بگیرم کار غیر اخلاقی کردم. چون من فیلمساز اونجا باید به جای فیلم برداری برم از قربانی دفاع کنم. دفاع از قربانی به زندگی واقعی ربط داره، نه سینما. میگه من تو این حالت نمیتونم بگم که من بیام سینماگرم، مستندسازم، بیام فیلم بگیرم بعد تازه ببرم تو مستند ازش استفاده کنم. میگه اگه این کارو بکنم بیننده حق داره من رو به سنگدلی متهم بکنه، چون بگه تو ابتدا انسان هستی، چطور دلت اومد یه گوشه بیستی و فقط کتک خوردن یه کسی رو تماشا کنی و فیلم بگیری. میگه این رفتار غیر اخلاقی من اصلا نقض اصول همزیستی اجتماعی هست. برای این یه نکته که این
ابزارهای دیجیتال اتفاقا باعث میشن خیلی وقتا که تجربه مشترکی نداشته باشیم. یعنی این دوربین، این موبایل، منظورم تلفن همراه، بین من و دیگران فاصله میندازه. شما ببینید کسی که موبایل دستشه تو همه جاها، مثلا تو اتوبوس، تو صف پرداخت بانک، تو صف خرید یه چیزی، سرش وقتی تمام مدت تو این موبایله، درسته من در میان جمع ولی جدا از جمع هستم. مثلا کسی که میخواد بره عمل بکنه، خب اینو بیهوشش میکنن، بی‌حسش میکنن، یا داروهای مسکن بهش میدن که درد رو کمتر احساس بکنه و این خیلی وقتا مثبته. اما در خیلی بسیاری از مواردم بی‌حسی خوب نیست، چون درد نوعی هشداره، نوعی اخطاره. اختلالات و بیماری‌های جسمانی که درمانشون خیلی دشواره، همونایی هن که در مراحل اولیه، یعنی همون وقتی که درمان شدنی هن، احتمالاً علاج پذیرن، دردناک نیستن. من حس نمی کنم یه مشکلی وجود داره. وقتی میفهمم که دیگه کار از کار گذشته و دیگه اونجا لاعلاج شده. حالا بی‌حسی دائمی هم همینه. بی‌حسی فقط بی‌حسی جسمانی نیست که اگه دائمی باشه خطرناکه، بی‌حسی اخلاقی هم خطرناکه. یعنی این بی‌عاطفگی، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا حتی آرامش و خونسردی نسبت به مصائب و مشکلات دیگران در جامعه. حالا مثال استعاریش رو که بعضی جامعه شناسان میگن، این پونتس پیلاته که وقتی مسیر رو می‌خواستن ادامه کنن، این اصلا به طور دست برد، دست خودش رو شست، گفت من از خون مسیح خودم رو مبرا میکنم، ولی در اصل مبرا نبود. اونجا یه مسئولیتی داشت، نمیتونه بگه که من مبرا هستم از این اتفاقی که برای مسیح میفته. خیلی جالبه، میریم میبینیم در لغت واژه‌نامه ها، شما ببینید معنی همبستگی در لاتین، این واژه سالیدوم تو لاتین چه معنی میداده؟ مفهوم دین جمعی داره. یعنی چی؟ یعنی یه بدهیه که باز پرداختش بر عهده نه یه نفر، بلکه بر عهده چند نفره و تک تک بدهکاران در قبال باز پرداخت کل بدهی مسئولیت دارن. یعنی شما برمیگردید به روم باستان، میبینید یه قول و قرار مالی و حقوقی وجود داشته که بهش میگفتن اوبلیگاتیو دی سولیدوم، یعنی این دین جمعی بوده، مسئول. این آمد توی قرن مثلا 17 و 18 تبدیل شد به یه اصطلاح حقوقی و تجاری. حالا ناپلئون اومد تو قانون مدنی سال 1804 اینو زیر عنوان دیون جمعی گنجاند و تثبیت کرد. شما میدید تو قرن 19 اون اندیشمندای قرن 19 که خیلی راجع به همبستگی صحبت میکردن، چی رو مثال میزدن؟ بدن انسان رو مثال میزدن. یعنی این رو اوگوست کنت فرانسوی همین مثال رو میزد، با حالا عبدالباقی ایرانی هم دقیقا همین مثال رو میزدن. وقتی میخواستن راجع به همبستگی صحبت کنن میگفتن ببینید جامعه رو به شکل بدن انسان شما نگاه کنید که اندامهای گوناگونی داره، دست داره، پا داره، چشم داره، زانو داره، ریه داره، طحال داره، مغز داره، همه چی داره. اینا باید با هم همکاری کنن، کنار هم کار کنن، یک کل واحدی رو بیافرینن. یعنی جامعه وقتی جامعه میشه که همبستگی داشته باشه. تا وقتی همبستگی نباشه، یعنی این اندام بدن اگه با هم کار نکنن، اون بدن بیماره دیگه، انواع اختلالات داره. حالا همین رو در یه جامعه بگیرید، 85 میلیون ایرانی کنار هم زندگی میکنند. جامعه وقتی به وجود میاد که همبستگی هم همونطور گفتم یعنی مسئولیت دارم من در قبال بهروزی شما، در قبال بهروزی دیگر و دیگری هم همین. یعنی اتفاقا یه رابطه متقابل، همون شعاری که خیلی رایج بود در همون قرن 18 و 19 یکی برای همه، همه برای یکی. ولی خب تو دنیای مدرن خیلی متأسفانه برعکس شده. مثلا خانم تاچر اومد گفت اصلا چیزی به اسم جامعه وجود نداره، فقط فرد هست و خانواده، دیگه جامعه نیست. این نگرشی که جامعه وجود نداره که حالا ممکنه خیلی اینو به لفظ نگن اما در عمل انجام میدن، باعث میشه اتفاقا تار و پود جامعه از هم
گسسته میشه، گسیخته میشه. و نکته اینه که این ناظر هر رویدادی، به قول معروف ناظر جرم، اگه یه جا داره یه جرمی اتفاق میفته شریک جرمه. اینو من نگفتم، این رو هانا آرنت و کسانی مثل او اومدن تو دهه 60 که دوره جنبش های مدنی بود. هانا آرنت میگفتش که راجع به رفتار مدنی وقتی صحبت میکرد میگفت مسئولیت غیر مستقیم ما در قبال کارهایی که نکردیم و به گردن گرفتن پیامدهای کارهایی که هیچ نقشی در آنها نداشته ایم هزینه است که برای این واقعیت میپردازیم که نه در تنهایی بلکه در میان دیگر شهروندان زندگی میکنیم. ببینید باز اینم برمیگرده، هانا آرنت هم برمیگرده به همون اصل رومی به یه تعبیری، چون ما تنها زندگی نمیکنیم، در میان بقیه زندگی میکنیم، ما مسئولیت داریم به چیزی که در این جامعه اتفاق میفته. و مثلا خانم ابی هافمن فعال نامدار اجتماعی آمریکایی میگفت از من میپرسن تکلیف ناظران بیگناه چیست، اما ما در زمانه‌ای انقلابی به سر میبریم. اگر ناظرید بیگناه نیستید، یعنی شما اینجا مسئولیت دارید، هر کسی در حد خودش. اگه بخوام صحبت تمام کنم، ما 3 تا نگرش میتونیم بگیم هر انسانی در زندگیش تو این جامعه که زندگی میکنه داره. یا خودش رو شکارچی تصور میکنه، یا شکاربان، یا باغبان. حالا من اینا رو توضیح میدم. شکاربان یه نگرش قدیمیه، نگرش غالب در دوران مثلا دین سالاری بوده که کل خلقت میراث مشترکیه که خدا آمده به عنوان یک ودیعه‌ای به انسان سپرده. این مثلا ما شکاربانیم، باید از این میراث مشترک الهی حمایت. باغبان یعنی کچی، میگه من میپذیرم که مسئولیت دارم نسبت به ایجاد و حفظ نظم اجتماعی، یعنی من اینجا منفعل یا برکنار و جدا نیستم از جامعه، من باغبان این جامعه، یکی از باغبانان این جامعه هستم. نظم اجتماعی رو باید ایجاد کرد و حفظ کرد و بهبود بخشید، من اینجا مسئولم. اما شکارچی چی میگه؟ شکارچی میگه من فقط و فقط باید به تعداد و اندازه غنایم خودم و اینکه خورجینم چقدر گنجایش داره بها بدم. یعنی اصلا به اینکه دیگران در این جامعه چیکار میکنن کار ندارم. من مثل یه شکارچی هستم که از صبح تا شب باید برم از در این جامعه چیزهایی رو که دوست دارم بیارم، بردارم و در خورجین خودم، یعنی شکار کنم و تو خورجین خودم بذارم و من در نتیجه کاری به کار بقیه ندارم. من فقط دنبال اینم که خورجین شکار خودم رو پر بکنم. نگرش شکارچی هم دنیا رو پر از یا شکار و دام و تله میبینه. این به درد همبستگی نمیخوره. ببینید ما در ایران یک مشکل اجتماعی داریم، مشکلات اجتماعی داریم در واقع، یا بحران‌های اجتماعی داریم. اینا زائیده چه حکومت باشن چه جامعه راه حل فردی ندارن. ما اگه دنبال این باشیم که برای مشکلات و بحران‌های اجتماعی راه حل‌های فردی پیدا کنیم، از نظر عبث بودن و بیفایده بودن و بیهودگی مثل اینه که ما برای در امان ماندن از خطرات جنگ هسته‌ای دنبال این باشیم میاریم تو زیرزمین خونمون پناهگاه خانوادگی بسازیم. این همونقدر بی‌معناست. بنابراین بحران اجتماعی رو باید بپذیریم و سعی کنیم که اون رو دوایی، راه حلی، درمانی براش پیدا کنیم، نه اینکه بحران اجتماعی رو نادیده بگیریم و هی بخوایم تمام مشکلات رو یا به گردن مثلا حکومت بندازیم یا به گردن دیگران. ما هر کسی در یه جامعه زندگی میکنه نسبت به اون نظم اجتماعی در اون جامعه مسئوله. این پذیرفتن این مسئولیت که من بخشی از این دین جمعی رو بر عهده دارم، قدم اولین و شاید مهمترین گام برای حل بحران‌های اجتماعی، این که من بپذیرم من به عنوان شهروند عضو یک جامعه در قبال اون جامعه بهروزی دیگران من هم مسئولیت دارم.